از دور آشیان تو را یاد می کنم، در هر کجا نشان تو را یاد می کنم. از کوچه های شهر خیالی چو بگذرم، ایوان گلفشان تو را یاد می کنم. از هفت رنگ تابش رنگین کمان دور، صد رنگی جهان تو را یاد می کنم. لایق شیرعلی 20 مای سال 1941 در دهه مزار شریف ناحیه پنجکین چشم به عالم هستی گشوده است. شاعری ترانه‌سرا، شاعری خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی. این ادیب معنی آفرین جریان شعر معاصر ما را تغییر داد. زندگیش با شعر بنیاد یافته، قلمچوبش قدم پرتای عمرش گردید. مهارت نگارندگی، هنری برازندگی در منظر شعر کنونی از هر سطرش روشن و برجسته نمودار است. امروز اگر آن تب و آن سوز دلم نیست، زان است که غمخواره و دلسوز دلم نیست. این ساعت و این لحظه و این آن گریزان، هر روز خدا هست ولی روز دلم نیست. بیشتر اقتداری ورا در میدان ترانه‌سرایی میتوان دریافت. قالب‌های سنتی را استادانه با مفهوم‌های تازه اجتماعی آمیخت. هرچند تنین و تپش آثار شعرای پیشین در سروده‌هایش موج می‌زند، راه و روش و سبک خاص نگارندگی بیانگر استعداد بالقوه نامرفته در سنت شکنی و نوجویی است. سروده‌هایش آنچنان گرم و تپنده و شورانگیزند که اکثر آوازخوان‌های نامور فعلی تاجیک در انتقال روح شعرش به شنونده تلاش ورزیدند و کامگار گردیدند. به این وسیله اشعار این ادیب توانا در راستای بیداری و آگاهی مردم نقش افزونتری بازیده است. سرایندگان معروف به مانند دولتمند خالوف، افضل شادیев، مرادبک نصرالدینов، آهنگساز فتاح آدینه‌یف در تشویق شعرش بیشتر از دیگران جهد داشتند. کشید این زمانه را که می کشد ترانه را، درون چشم می کشد نگاه شاعرانه را. زمانه هرینه چو کفش سیر پینه و پینه نمی خرد نبوغ جاودانه را.